درود به تاجیکستان، درود به همه هموطنان، درود به همه فارسی زبانان تو سر تا سر دنیا. چطورین بچه‌ها؟ دوباره برگشتم با یه موسیقی خیلی خفن تاجیکی. اسم آرتیست بدیک. خیلی پیشنهاد کردین و بالاخره نوبتش رسید و اسم موزیک وطن. یه بارم از شون امسی وطن رو رفتم و میدونم بعد چقدر خفن باشه. واسه همین چند تا نکته رو میگم و سریع بریم سراغ ویدیو. اول از همه اینو من بگم بچه‌ها، تک تک کامنتاتون رو دارم جواب میدم. عشق میکنم، مرسی از عشقی که بهم میدین. اگه هم داره دیر میشه یا توی اینستاگرام پیام میدین، به خاطر اینکه من جز یوتیوب کار میکنم بچه‌ها. خب و همین الان از سر کار برگشتم و این خستگی خورده با من هست. دو اینکه اینجا آیدی اینستاگراممو میذارم. خب اینجا تو اینستا منو فالو کنید. بعد بهتون میگم که یه حرکتی هم میخوام بزنم اینجا. خب الان یه ویدیو میاد، این ویدیو رو ببینید. یکی از رفیقای تاجیکی من از ریاکشنم برداشته یه تیکه رو استوری کرده، منو تگ کرده، منم از استوریش کردم. این همون داستانه. شما هم از ریاکشن من هر جا که خوشتون میاد یه تیکه بردارین، توی اینستاگرامتون استوری کنید، منو تگ کنید، منم از استوری میکنم. این حرکت خیلی قشنگه، همه میبینن و پرچم همه کشورهای فارسی زبان بذارید، کنارش بنویسین اتحاد. پین میکنم و اگه لایق نگاهی زیباتون بودم حتما منو سابسکرایب کنید، بهم انرژی بدین. لایک کامنت یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. بریم. اولش با گلوله آغاز شد. خب با تا یعنی همون وطن بدیک نیو رپ 2022. چی بود افتاد؟ اینا چی هن؟ دقیقا مثل موزیک ویدیوی وطن شون امسیه. یا خدا نکنه جنگ 1992 تا 96 فکر کنم جنگی به خاطر همون جنگ داخلیه. این همون ویدیوه. اصلا موهای تن آدمو سیخ میکنه. صدقاً دوست داریم هر جایی که باشیم اتفاق باشیم، زبان شیرین داشته باشیم با یک رئیس جمهور کشور تاجیکستان و شما معلومه خیلی دوستش دارین. توی همه موزیک ویدیو ازش هست. دیگر مهربان باشیم، دست یکدیگر را در تنهایی در روزهای سخت دست یکدیگر را گیریم. اگر مردم خلق این سیاست را دستگیری نکند، تنها مهربان باشید، انسانیت. چه حرفای زیبایی میزنه. یک رهبری دولت هیچ کار را انجام داده نمی‌کند. من شکر میکنم که پای این قدر سال این خدمتی تنها رهبری دولت نیست، این خدمتی چقدر قشنگه، چقدر شاتای قشنگیه. کلی مردم تاجیکستان از خرد تا بزرگی مردم تاجیکستان است که این سیاست را دستگیری کرده و این روز رسیده. من به شما من هم باید بلند بشم. احسن و آفرین یک جهان تشکر میگم. منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. سلامت باشید. احسن آفرین. بله واقعا این سخنرانی لایق بلند شدن دست دادن داشت. موزیک داره شروع میشه، بریم ادامهش. بادیک. آره مرد، زیبایی های تاجیکستان رو به ما نشون بده. از اون شبای خوبشه. توی ویدیو دیشب هم همین شات بود که گفتین اینجا زادگاه کی هستش. اینجا خیلی باید معروف باشه نه تو تاجیکستان، چون همه تو موزیک ویدیوشون یه جورایی دارن این شات رو نشون میدن، این تصویر رو.
سینا با گور میبرم یه لحظه بگم اینترنت هم قطع شد کلا میوت شد همه چی ولی باحال پاکی ترا وطن با نرخی جان میخرم ما خاکی ترا وطن مهری وطن نمیدانا کسی که دو دیل نست شکرانه ای آزادی دا گوشم صدای تیر نست کاملا تاجیکی داره میخونه و من کاملا دارم متوجه میشم آزاد و مثلی پرنده پرواز میکنه مثلی تیفل در بغلی مادرش ناز میکنه دشمن برای پراکنده کردنت کوشش داره جان اشتباه میکنه تا وقتی که اتحاد فارسی زبان ها هست هیچ وقت این اتفاق نمیتونه بیفته اتحاد فیدات کنم اگر به خدا ارزش داره ایسی مزر بالا میدانم هر یک خور خسته تیر میخرم نمیتم ما خاکی مقدس تا دشمن به هر حیله میخواه برا بنازم به این شیرمردایی که واقعا وطن پرستن دمتون گرم بعد مرسی برو میره بس دیگه نمیخواه ما جنگی برادری را خبری برادر شتیر زد رنگی سالی 90 خونی ایقا تاجی کارزا شکرانه میکنم میبینم خنده ای اوچما جنگ برادر خیلی بده آبادی ای هر کجای ما میمونم پاچما سوح آرامی آورد با قدمی مبارکش شکری الله کنم باید برسیم با قدرش خوش به حال ده شاهی ما خم نشه و قامت سر بالم باش بینی همه دولت ها و ملت دوست باشن اتفاق باشن پرچما بردارم شکرانه کنم که چونی وطنی آباد دارم فخر میکنم تاجیکم خونی تاجیک زیری پوستم شهر ایجاد کرده بارد سنتی وطن دوست در سینا با گور میبرم مهری پا چه موزیک قشنگیه چقدر زیباه چقدر قشنگه این موزیک هر چیزی که بر وصف وطن باشه زیباست که ترا وطن اگر غریبم باشم یادت میکنم هر دم بوی وطن دیگرای نانی وطن دیگرای آبی وطن دیگرای خاک وطن دیگره درختاش دیگره آسمونش وطن جان جیگرای قسم با نامت وطن در راهی تو سر میتما کسی سن دست دراز کرد خونه شدر میتما وطنم بد میمونه تا تاجیکستان خونم آریا های در سرم تاجی سامان به سر ما فارسی زبان ها به همین شارک قسم تا آخرش هستم و همین شارگم خواهم داد برای وطن سامان بدک سالهای گذشته شکرانه الله میگم که او روزا گذشتک ما دیدم گرچی کم نکیا دارم سالهای که گرسنه به چیکم دعا میکنم هر روز که او من دیدم سالهایی که گرسنه بود شکم من دیدم روزای سرد و سری هر یک نفرمان سه تا چیز درس بزرگی این سه تا چیز یه درس بزرگی به تو زندگی میده جیب خالی شکم گرسنه شکست عشقی اصلا خواستم همینجوری بگم فقط برنگرده ای سر کدم صبر این روزه که ما دیدم امانه ترقیات تا کی نسلی نورس قفا نمانه هر یک تاجیک باید دانه تاریخی تاجیکستان تیمور ملیکی زمان دمت گرم که پرچمو گذاشتی روشونت این حرکت خیلی بزرگیه و من دوست دارم حرکت پهلوانانه اسماعیلی سامانه خانه میسرا با میسرا اشعاری بزرگانه شاهنامه فردوسی و کتابی تاجیکانه چرا شاهنامه فردوسی و کتاب تاجیکان معرفت ما جوانان برافروزیم از گهواره تا بگور باید که دانش آموزیم وطن دشمنی تر دایم پریشان ببینم ز گهواره تا گور دانش بجوی عاشقه هم وطنام تو سر دنیا میخواهم پرچمی تر دایم پرافشان ببینم در سینه با گور میبرم مهری پاکی تر وطن با نرخی جان میخرم ما خاکی تر وطن مهری وطن نمیدانه کسی که دو دل چقدر قشنگه این نما من این نما رو ندیده بودم به 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 همه چی هست همه نوع زیبایی تو این هست میخوام بوش کنم شکرانه ای آزادی در گوشم صدای تیر نست در سینه با گور میبرم مهری پاکی تر وطن با نرخی جان میخرم ما خاکی تر وطن مهری وطن نمیدانه کسی که دو دل نست شکرانه ای آزادی در کورسش فوق العاده بی‌نظیره خواستم اینم بگم فوق العاده بی‌نظیره گوشم صدای تیر نست یا بدیک وطن تموم شد موزیک
موزیک تموم شد ولی ما ادامه داریم. ما فارسی زبان همیشه ادامه خواهیم داد و خواهیم داشت. ما اصالت داریم، تاریخ داریم، ما غرور و غیرت و مردونگی و کلی افتخارات داریم، خیلی چیزا داریم. واسه همینه میگم ما مادر داریم که با این که بچه‌هاش از هم دیگه دورن ولی با دستاش همه رو بغل کردن. مادر ما فارسی زبانه. ممنونم بابت پیشنهاداتون. بازم لینک بفرستین، ریاکشن میرم مثل همیشه. امیدوارم که منو دوست داشته باشین، ویدیوامو دوست داشته باشین. من خیلی دوستتون دارم. با سابسکرایب کردنتون بهم انرژی بدین تا بتونم بیشتر پرقدرت‌تر ادامه بدم. حرف دیگه ای ندارم تا ویدیوی بعدی. مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. بدرود.